پاس کن بگذار وقت بسیار ایوا برادران نوبت کتی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خداوند در آیه کریمه می‌فرماید فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. برخلاف اجل مهلت مرگ آمد یگان دقیقه ثانیه پیش فرمان می‌شود اما و امروز سبب جمع شوید ما شما در این مکان مقدس در این مکان معظم و خاطر جنازه مرحوم استاد همه ما شما و برادر ما علامت‌الدین حضور داریم که در سن 57 سالگی عین کمالات عمر انسان است. این یک وقتی هست که تا این دم فرزندان را به وای رسانید و فرزندان را صاحب علم و صاحب معرفت گردانید و بینید که برای جامعه و برای کشور خدمت نمود. اما وقتش بود که وقت ساعته یعنی راحت این را بیند. اما با تقدیر خداوند اجل مهلت آمد یگان دقیقه ثانیه پیش فرمان می‌شود. پیامبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند شما برای مرگ آماده باشید. یعنی هر شخصی یعنی برای من هر شخص صاحب علم و صاحب معرفت اگر
خصوصا در طول زندگیش یعنی برای جامعه برای کشور و برای اهل خاندان خدمت کرده باشد، همان انسان یعنی هم در همین دنیا موفق هم در آخرت. یعنی همین گفته‌ها یعنی به همین برادر ما مرحوم وابستگی کلام دارد که پایین در خدمت کرد، نام و نشان یعنی عمل خیر تا ابدالآباد باقی میماند. حالا میراث میگیم، میراث خصوصا هر یکی ما و شما با چی است؟ با علم، با معرفت، با کسب، با عملهای خیر، با معامله نیک. انا همین گونه اگر محروم باشد اون هیچ وقت یعنی نامش یعنی از بین نمیرود. و در حق استاد اگر ما ساعت‌ها سخن گوییم که پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید بعد ادای فرایض در قلب مؤمن و انسان خرسندی در آوردن و یعنی سرور در آوردن این بهترین عمل است. با سخن‌ها و با عمل‌هایش قلب ما و شما را یعنی فرحمند نگردانید. خدا رحمت و مغفرتش کند. و نشانه یک وقتش همین که عمل‌ها کرد و فرزندان نیک دارم، فرزندان صالح دارم، خانه خود دارم و ببینید یار و رفیقان زیاده دارم. برای یک انسان اگر خصوصا صاحب علم و صاحب معرفت و صاحب ادب و صاحب تمیز باشد، اگر روزش شد اجل مهلت بالایش فرود آمد، ببینید که در همان جنازه هم یعنی نشانه نیکبختیش یعنی معین میشود، عیان میشود. یعنی امروز ببینید که هزارها نفر، هزارها دانشمندان، هزارها نفرانی که یعنی با فرهنگ و معارف دل بستند و این را پیش برده ایستادند. دیده ایستاده از جمهوری تاجیکستان خصوصا از همه برادران، همه این نیت‌های نیک همین برادر هست که می‌بینید هزارها استادان ماشون در این مکان حضور دارند و همه همدردی بیان می‌کنند. این نشانه یعنی عمل‌های خیر و نشانه نیکبختی همین مرحوم برادرمان هست. خداوند برای اهل خاندان، برای فرزندانشان، برای برادرانشان، برای یار و رفیقان که از دور و نزدیک در این جنازه حضور دارند و قدم ماندن آمدن، برای همگشان یعنی خصوصا همدردی بیان میکنیم. و یعنی همدردی بیان کردن هم این نیروی قوتی برای اهل خاندان میشود. یک نفر میگوید اگر یک نزدیکش را از دست داد و ببینید تا آمدن مردم خیلی در قلبش یک چی فکرها میگوید. وقتی که یار و رفیقان آمدند و یعنی همدردی بیان کردن خیلی نیرو میگیرد، خیلی قوت میگیرد. برای همین فرزندانشون خداوند و صبر جمیل مجید عظیم و از نام خدام و از نام تمامی اشتراک کنندگان و از تمامی استادان و از تمامی یار و رفیقان و اهل خاندان و برادرانشون همدردی بیان میکنیم. خداوند صبر جمیل مجید عظیم عطا کنه و از نام خدام از نام همگی فرزندان برادران همه خیش نزدیکان یار و رفیقان و استادانی که از دور و نزدیک در جنازه مرحوم برادرمان حضور دارید همه شما را خیر مقدم می‌گوییم و خداوند به سبب قدم ما و شما یعنی سهو و خطاهای مرحوم استاد برادرمان و حسناتون بدل بگرداند. و برای هر یک انسان دو حق است، حق الله و حق العبد. حق الله نماز، روزه، حج ساری بود و بادا از برادرمان استاد اگر سهو و خطا شدگی باشد خداوند به سبب دعای ما و شما هم نگیش رو بخشد. انسان به سهو و خطا میشود. 5 دقیقه نماز میخونیم سهو و خطا هست، حج میره 10 بار و 20 بار سهو و خطا هست. فقط در حق همدیگر دعا بودن این هم نشانه که ایمانداری هر یکی ما و شماست. و حق را نمازها حل داشته باشند. این درجه فرزندان و برادران بسیار خوب دارند، خانه خوب دارند، فرزندانشون هستند بسیار با حضور شاهدان بیان ادا میکنند. باور دارد که قرضدار هم نیستند و در اینجا حضرت بابا هم حضور دارد، اندامی حضرت هم با اهل خاندانشون یعنی همدردی بیان میکنند. اندامی محترم رئیس شهرمون در اینجا حضور دارد، اندامی همه یعنی فرزندان اهل خاندانشون هم همدردی بیان میکنند. در آخر دعا میکنیم که پروردگارا اولا خیر سفری مرحوم برادرمان خداوند سفرشون به خطر و قبرشون رو پر نور و منور بگردونید و در قبر جواب سوال منکر نکره بر زبانشون آسان گردونید. پروردگار تنجی آرامی ثبات دیارمان را مستحکم و پایدار نگه دارید و تنجی آرامی است که هر یک ما شما از دور و نزدیک برای جنازه در این مکان مقدس حضور دارید و تنجی آرامی است که هر یک ما شما 5 وقت نماز میخونید و تنجی آرامی است که هر یک ما شما برای آبادی برای پیشروی دین دولت سهم میگذاریم و تجارت و سایر کار میکنیم. همه لباس که وقتی تنجی آرامی است در خاندان هم که باشین باید
همراه فرزندان بالای دسترخوان برای که اینجا آرامی دعا باشیم و در حق پیشوای معظم ملت ما دعا هستیم. خداوند دائم و تنصیحت و سلامت و سربلند باشد و تمام خوشی‌های زندگی را خداوند برایشان نصیب و می‌گرداند و دعا می‌کنیم که پروردگار مهر محبتی هم دیگر زیاده گرداند. وقتی که مهر محبت در کدام مکانی باشد در اونجا فیض برکت است. وقتی که مهر محبت باشد در اون مکان خداوند به یک نظر رحمت می‌نگرد. باز اون دعا می‌کنیم که خداوند سفر برادر ما به خطر و قبرش ما پر نور و منور می‌گرداند و هر یکی در اینجا قدم نهادند خداوند برایشان ثواب یعنی قرائت را نصیب گرداند و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین. بنیاد باشید.